بچه های یوتیوب خوبی؟ حالتون چطوره؟ انگار اومدم استریم. آقا این قسمت قراره که از اول وسیله‌های دایمندیمون رو بسازیم با این دایمندهایی که به دست آوردیم. ای برو تو برو گم شو یه گوشه این بالا. آها خب یه دونه کلاه، یه دونه لباس، یه دونه شلوار، یه دونه هم کفش. چقدر برامون 19 تا دایمند و استک و خورده. با اینا هم میریم پشمام میره تنها. نه توی این قسمت یادم رفت قرار بود چون اون وسیله اینجا رو تو این قسمت که دیزاین کنیم انشالله. و میخوام یه فرم چوب بسازم بچه. اگه بخوایم این بلیز این پوشن سازی رو راه بندازیم باید بلیز راد داشته باشیم دیگه. در هر صورت باید بریم بلیز رو پیدا کنیم. من رفتم تو این سید مپ اسمش یادم رفت اسم برنامه‌اش رو زدم. بعد ایگلو پیدا کردم یه دونه از این چیزا داریم. اینا رو بذارم اینجا. من این وسیله دایمندیمونو بسازم. خب من که چرا گذاشتم اینجا؟ بیل میخوایم. آره بذار بیلم میسازیم اگه برسه. شمشیر، تبر، پیککس. جون مادرت استیکامون تمامش. فکرم 2 تا پیککس ساختم. بقیه دایمندامون رو صرف what the fuck. آها فکر کردم 19 تا چیز داشتیم. اینا رو بعدا میام مرتب میکنم. به چیدمانی که همیشه خودم چیده میکنم بچینم. غذا معمولا من میذارم آخر سر. بیل الان من چرا به خودم میارم؟ بذار جای آب و بیل و اینا رو عوض کنم. بریم تو ندر ببینیم فورترس پیدا میشه. غذا بس 52 تا. بریم من یه ذره میگردم تو ندر میام. یا حضرت عباس، بسم الله امام حسین. یا خدا بابا واسید من اصلا رکورد دکمهشو بزنم. آقا اینه. یا حضرت عباس الان میمیرم. من مردم. بابا غذا بخور جون مادرت. وای چه وضع گویه. بمیرید بیناموسا مادر. بچه من قبلا تو واقعیت 2 تا جوجه رنگی داشتم اسم یکیش بینا بود اسمش یکیشون هم موسا. خب این ندر گوهمونه. اینجا فورترس نداره. به جان مادرم من اگه این دیده باشم حاجی من تو این نمیرم. پیگلینا جرم میدن. یکاش بلاک میوردم نشونه میزدم کدوم وره. زیرا گولد قرار نشد ما جمع کنیم. نونی بریم ندرایت جمع کنیم آقا. همین جمع بریم ندرایت. چقدر خوب لول میده آجی. لول خاک تو سر نوبتارمون. بعد 2 سال ماینکرافت بازی کردن الان میگه لول. خاک با خودم. آجی این بسشنه رو من پامو داخلش نمیذارم. به قرآن پیگلین بروتا من تا فولین چند پروتکشن 4 نشم نمیرم اینجا. سو برم سمت پورتالم. آها کوارتز فکر کنم خوب ایکس پی میده. بزنیم. نه نمیری. جان مادرت صدا بسشن اومد. بسشن چیه؟ صدا پیگلین اومد. بچه برای کسایی که تازه کارن بگید که اینجا بیان تمرین پارکور کنن توی فورت. بسشن آقا من نوبم دیگه. خودتون ببخشید به بزرگیتون. یا علی استرایدر استرایدر. آقا یا اول فاز ببین این ور بسشنه. حالا ما بریم فورترس. استرایدر بنازم. فورترس اون بابا خفه شو گس مادر. یا اول فاز به قرآن من میمیرم. به جون عمه مادرم میمیرم. چی دارم میگم من؟ بابا برید ریدم تو سردار آزوم. آقا چی دارم من میگم؟
بازم چی سردار آزمون برو گم شو بمیر بابا. آقا ما بریم آقا خسته نباشید خداحافظ. 8 دقیقه پر شد. برو تو وای 5 دقیقه ویدیو الکی پر شد. استوب میکنم تا جایی که بخوایم یه گوی واقعا مفیدی بخوریم. بابا شب شد what the fuck همینجوری نرسیده شب شد. تو این قسمت بریم چیکار بریم اون خونه دریایی رو بسازیم. میمیرم من برای پروژه بعدی که نیاز دارم نیاز به کانکریت اگه اشتباه نکنم دارم. اسمش بابا تو که تو میتونی فرار من گو خوردم فرار طویلم به ترکه دیگه مهدی خونه نداره. بریم من یه ذره گرول و سند درست میشه جمع میکردن میشد کانکریت دیگه کانکریت پادر. آره بذار من برم جمع کنم میام. آقا اینجا رو میبینید قراره بشه یه استوریج روم. من میرم وسیلا رو جمع میکنم دونه دونه اصلا از مراحل ساختش میگیرم براتون. توی قسمت بعد حتما با یه فرم گاو بزنیم چون نیاز شدید به چرم دارم. الان برم چقدر لگه باشی برم یه چرم جمع کنم برای یه کتاب بسازیم تا بتونیم باش این چندین تیبل بسازیم و باید فرمشو درست کنم که بخوایم اون کتاب این چندین تیبل رو جمع کنیم نیازمون میشه. اینو فعلا گذاشتم اینجا. باید یه این چندین روم بسازم. اینم قرینه نیست رو مخه. حالا بریم تریدینگ هال چیز روم رو بسازیم تا بعدا. این فعلا شد از اون یه ترید استوریج روم استوریج روم شد فعلا. بقیهش آف رکورد میسازم چون هم ویدیو 8 دقیقه شد و هم باید برم باشگاه وقت ندارم. آبم کو کلاچ کنم اگه من کلاچ کردم ویدیو تمامه. مرسی که ویدیو رو دیدید. بای.